صدا، موزیک، حرکت، کات. هرز پخت خرچنگ به روش کاملا سنتی. خرچنگ‌ها رو بعد از اینکه آب پز کردیم پوست پشت و روش رو میگیریم و به این شکل سرخشون میکنیم. البته ادویه‌جات هم بهشون زدیم. در کنار اینا یه سری صدف داریم، صدف‌های شکمپر که فکر کنم تو استانبول از اینا خورده باشه، که اینا رو آب پز کردیم، بعد خودش باز شده، بعد شکمش رو پر کردیم. و این برم قلیه ماهی، جاتون خالی. به 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 به، عالیه. و برنج کته. چه شود صفا باشد. یک کات دیگه هم بدیم و پایان.